Important things believers must know. Persian language. یحیی تعمید دهنده و مادر و پدرش همه از روح القدس پر شدند. یحیی حتی از شکم مادرش از روح القدس پر شد. لوقا 1 از 16 تا 17 و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای خود خواهد گرداند. 17 او همچنین در روح و قدرت ایلیا پیشاپیش او خواهد رفت تا دلهای پدران را به سوی فرزندان و نافرمانان را به حکمت عادل تبدیل کند تا قومی را برای خداوند آماده سازد. پرسش: آیا شما معتقدید که مرد قدرتمندی مانند یحیی تعمید دهنده مأموریت خود را با خدا برای اسرائیل تغییر دهد و غیریهودیان را تعمید دهد؟ نه. یحیی تعمید دهنده در 5 کتاب متی، مرقس، لوقا، یوحنا و اعمال رسولان توضیح داد که عیسی از او قدرتمندتر بود. او گفت که با آب تعمید خواهد داد و عیسی با روح القدس تعمید خواهد داد. عیسی با روح القدس تعمید یافت و در عین حال عدالت جسمانی و روحانی را به انجام رساند. لوقا 4:1 سپس عیسی که از روح القدس پر شده بود، از آردن بازگشت و توسط روح به بیابان هدایت شد. مریم، مادر عیسی در اتاق بالا از روح پر شد. اعمال رسولان ساعت 1:13 و چون وارد شدند، به اتاق بالایی که در آن اقامت داشتند رفتند. پترس، یعقوب، یوحنا و اندریاس، فیلیپ و توماس بارتلمیو و متی، یعقوب پسر آلفایوس و شمعون غیور و یهودا پسر یعقوب. 14 اینها همگی با زنان و مریم مادر عیسی و برادرانش به دعا و نیایش ادامه دادند. اعمال رسولان 2 از 1 تا 4 هنگامی که روز پنتیکاست به طور کامل فرا رسید، همه آنها با هم در یک مکان بودند. 2 و ناگاه صدایی از آسمان آمد، مانند باد شدیدی تند و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پر کرد. 3 آنگاه زبانهای دوپاره مانند آتش بر ایشان ظاهر شد و یکی بر هر یک از ایشان نشست. 4 و همگی از روح القدس پر شدند و به زبانهای دیگر سخن گفتند، چنان که روح به ایشان گفت. یهودیان با روح القدس تعمید یافتند و از روح القدس پر شدند و به زبانها صحبت می‌کردند. پرسش: چه بر سر غیر یهودیان آمد؟ کشتن تمام مسیحیان و مقدسین. به دلیل پول، قدرت و کنترل، به اصطلاح مؤمنان عادل جسمانی شیطانی، مؤمنان صالح روحی را برای منافع شخصی خود کشتند. به نظر می رسد که کشیش‌ها و رهبران وضعیت مخمسه غیریهودیان را درک نمی کنند. کارها با دستور خدا انجام می شود. دستور از خدا به عیسی و از عیسی به حواریون است. به همین دلیل است که مأموریت در متی 28:19 به شاگردان داده شد. پس برید و همه امتها را شاگرد کنید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و یوحنا 20:21 پس عیسی دوباره به آنها گفت: سلام بر شما. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می‌فرستم. صحبت با شاگردان مسیحیان. عیسی شاگردانی را می‌فرستد که مسیحیان و مقدسین نامیده می‌شدند. یک شاگرد در اعمال رسولان ساعت 11:26 مسیحی است. و شاگردان ابتدا در انطاکیه مسیحی خوانده شدند. بنابراین می توانید بگویید که فقط مسیحیان و مقدسین می توانند حقیقت را به مؤمنان بیاموزند، زیرا آنها دارای روح حقیقت هستند. لوقا 8 از 9 تا 10 پس شاگردانش از او پرسیدند و گفتند: این مسئله به چه معناست؟ 10 گفت: به شما داده شده است که اسرار ملکوت خدا را بشناسید، اما به بقیه در مثلها داده شده است تا ببینند نبینند و با شنیدن نفهمند. غیریهودیان که مسیحی و مقدس شدند صدها سال پیش کشته شدند. مخمسه است. کسی نیست که حقیقت را به آنها بیاموزد. ممکن است مسخره به نظر برسد، اما حقیقت دارد. پس از قتل آغاز فرقه ها بود. آنها شروع کردند زیرا هیچ کس حقیقت را نمیدانست. آنها چیزی در مورد بخش روحی انسان نمیدانستند. آنها فقط عبادت فیزیکی را می‌دانستند، بنابراین شروع به تعمید در آب کردند که مخصوص یهودیان بود. شبانان با آگاهی از حقیقت، اطلاعات نادرست را در مورد یوحنا ساعت 3:16 آموزش می‌دهند، زیرا خدا آنقدر جهان را دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه حیات جاودانی داشته باشد. بسیاری می‌گویند که اگر بخشش نجات گناه را دریافت کنید، زندگی ابدی دریافت خواهید کرد. این درست نیست. یوحنا 3:16 به یوحنا 3:5 اشاره می کند. عیسی پاسخ داد: به یقین به شما می گویم،
اگر کسی از آب و روح متولد نشود، نمیتواند به ملکوت خدا وارد شود. متولد شده از آب به این معنی است که شما روح مسیح را دریافت کرده اید و متولد شده از روح به این معنی است که روح خدا و روح حقیقت را دریافت کرده اید. پادشاهی خدا زندگی ابدی است. یوحنا ساعت 3:16 و یوحنا ساعت 3:05 هر دو پیام یکسانی را منتقل می کنند. آنها یک مسیحی واقعی را تعریف می کنند. شما باید روح مسیح، روح خدا و روح حقیقت را داشته باشید تا وارد ملکوت خدا شوید و زندگی جاودانی داشته باشید. آیا به سوی نور میایی یا در تاریکی میمانی؟